هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند به ما چی میگوید و ما باشیم چی کار میکنیم؟ بیایید زندگی خود را با این گفته های قرآن مقایسه کنیم. خلاصه برآورید که آیا ما از پروردگار میترسیم و یا نه؟ خداوند در 12 جای قرآن به ما خطاب کرده میگوید که از خدا بترسید. ولی افسوس که ما پروا نداریم. خداوند در قرآن در سوره بقره آیت 272 میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده ای از خداوند بترسید. مگر همین خدا ترسی است؟ خداوند در سوره آل عمران آیت 103 میفرماید: از خدا بترسید شاید که نجات یابید. خداوند در سوره بقره آیت 228 میفرماید: و از خدا بترسید. خداوند در سوره آل عمران آیت 199 میفرماید: از خداوند بترسید شاید که رستگار شوید. خداوند در سوره نساء آیت 1 میفرماید: ای مردم از خدا بترسید. خداوند در سوره مائده آیت 34 میفرماید: ای مردم از خدا بترسید. بار به خود سوال دادی که آیا من از خداوند میترسم و یا نه؟ خداوند در سوره انفال آیت 29 میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند بترسید. خداوند در سوره توبه آیت 119 میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند بترسید. خداوند در سوره حج آیت 1 میفرماید: ای مردم از خدا بترسید. خداوند در سوره لقمان آیت 33 میفرماید: ای مردم از خدا بترسید. خداوند در سوره حجرات آیت 1 میفرماید: از خدا بترسید. خداوند در سوره حدید آیت 27 میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید. باوری دارم که این سخنها را شما میشنوید و عبرت میگیرید. زیرا این 12 سخنی که برایتان پیشکش کردم همه سخنهای پروردگار بودند. پس این نوا را به دیگران برسانید تا اینکه آنها از خدا بترسند. سربلند و خدا ترس باشید. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.